النصيحة. بیایید محاکمه را از نظام حکومت یعنی دولت آغاز کنیم که علمای فقه آن را با کلمه دار استفاده کردند. وقتی که ما یک قلمرو را دارالکفر منامیم، این معنای آن را دارد که در آن قانونهای کفر حکمرانند. مهم است که ما به کلمه حکمرانی دقت دهیم. وقتی که ما یک قلمرو را دارالاسلام منامیم، این معنای آن را دارد که در آن قانونهای اسلام حکمرانند. هنگام جدا کردن کشورهای جهان به دارالکفر و دارالاسلام، ما به آن توجه نمی کنیم که در آن آدمان مسلمان زندگی میکنند یا کافران. برعکس ما به آن نگاه میکنیم که کدام قانونها در آن حکمرانند. چنان که قید کردیم، حتی اگر در یک منطقه همه مسلمان باشند، آن میتواند دارالکفر باشد. و برعکس اگر یک منطقه پر از غیر مسلمانان عبارت باشد، مثلا مسیحیان یا آتش پرستان، اما قانونهای حکمرانی در آن موافق اسلام باشند، پس آن منطقه دارالاسلام می شود. چرا این طور است؟ چون که سخن درباره نظام حکمرانی می رود، نه درباره شماره مسلمانان در کشور.